دوستان بعد نماز خفتن ما در شهر مدینه رفتیم خوراک خوردیم. من اینجا استقامت میکنیم. خوراک خوردیم و حاضر باید که رفته همون منزلی که پیغمبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلام یعنی که به خاک سپرده شده است و صحابگانش که با او در یک جای به خاک سپرده شدند باید که همونجا رفته زیارت کنیم. این شهر مدینه است. ما عین حال در اینجا قرار داریم. هوا گرم است به مانند هوای تابستان است. حاضر کن بعد خفتن همونجا باز زیارت می رویم. حاضر ما نزدیک منزل محمد صلی الله علیه و سلام می رویم، اما نزدیکتر ما را نمی مانند. ممکن نیست. انا بینید 2 رکعت نماز در حقش خواندیم. با نزدش قریبترش می رویم، قریبی منزلش می رویم. منزل صحابه ها و پیغمبر عزیز همینجا. انامجا ما هم نوبت بودیم، در اومدیم رفتیم نماز خوندیم و یک کنی متر دورتر از ما منزل محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلام بود. انا از این در بر اومدیم.